سلام، به قسمت هفتم دوره لوله‌کشی ساختمان خوش اومدید. برای شروع لوله‌کشی ساختمان ابتدا از لوله‌های عمودی فاضلاب شروع می‌کنیم. لوله‌های عمودی که داخل داگ یا فضای ترساتی در نظر گرفته میشن، میایم جاشون رو مشخص می‌کنیم و شروع می‌کنیم به سوراخ کردن و کنده‌کاری سقف که بتونیم لوله‌های عمودی رو در راستای عمود ساختمان نصب کنیم. سه تا لوله عمودی ما داریم. یه لوله عمودی برای فاضلاب، یه لوله عمودی برای ونت و یه لوله عمودی هم برای آب بارانه. لوله عمودی آب باران آب پشت بام و آبهای سطحی مثل بالکن رو به همدیگه متصل میکنه و به سمت چاه جذبی خارج ساختمان میره و آب باران رو به فاضلاب نباید وصلش کنیم. پس بعد از اینکه جای لوله رو مشخص کردیم، با قلم چکش یا معمولا با دریل های چکشی یا پیکور شروع میکنن به تخریب سقف که بتونن لوله ها رو رد کنن. نکته‌ای که مهم داره، اگه سقف شما به صورت تیرچه بلوک باشه، جایی که تیرچه هست شما نمیتونید تیرچه ها رو زخمی کنید. یعنی کلا برای لوله کشی قسمت‌های سازی رو نباید زخم کنید و قسمتی که فوم وجود داره اونجا رو میتونید سوراخ کنید و لوله هاتون رو عبور بدین. لوله های عمودی رو از قسمت پارکینگ از پایین شروع می‌کنیم به نصب. ابتدا لوله پارکینگ رو نصب کنید یا طبقه همکف و بعد میایم به سمت بالا و شاخه‌های بعدی رو نصب می‌کنید. به هر طبقه‌ای که میرسین یک سراحی رو پیش بینی می‌کنیم برای اینکه لوله افقی بتونه بهش وصل بشه و یک دریچه بازدید. اینجا چون از سیستم PVC و پلیکا استفاده شده و گفتم معمولا دریچه بازی در طبقات نمیذارم و کل سیستم رو یک جا تست میکنن، دیگه دریچه بازی قرار داده نشده. ولی اگه سیستم پوش فیت هست، حتما در هر طبقه با یک دریچه بازدید برای تست قرار بدیم. همچنین روی لوله های ونت هم یک دریچه بازدید باید بگذاریم که بتونیم لوله های ونت هم تست کنیم. برای اینکه بتونیم لوله‌های عمودی فاضلاب، ونت و بارون رو به صورت عمودی اجرا کنیم، نیاز به ساختار فلزی داریم که در اصطلاح اجرایی بهش میگن شاسی کشی. همون جوری که تو این عکسه میبینید، این قسمت رو بهش میگیم شاسی کشی که به صورت فلزی اجرا شده. در واقع دو تا پایه نردبان شکل هستن. شما این نردبانی در نظر بگیرید، ما دو تا پایه فلزی داریم و بعد هم پایه‌های افقی که به صورت پلکانی هستن. این پایه‌های عمودی از نبشی 3 یا نبشی 4 معمولا استفاده میشه. وقتی میگم نبشی، یه همچین شکلی داره پروفیل نبشی و این بال یا این بالش هر دوتا 3 سانتی متر یا 4 سانتی متر طولشونه. شاخه‌هاشون هم 6 متری هست که از آهنگ فروشی میشه تهیه کرد. برای اجراش اینه که ما اول میایم این دوتای عمودی رو اجرا میکنیم از پایین تا بالا. تمام اینها باید کاملا عمودی و شاغل شده و ریسمان کشیده شده باشن و بعد میایم این نبش‌های افقی رو اجرا میکنیم. پایه‌ها که تک نبشی بودن، ولی برای این افقی‌ها میشه دو حالت اجرا کرد. یا دو تا نبشی رو به این شکل قرار داد، تو این عکس بعدی ببینید اینجا، یا میشه یه دونه نبشی استفاده کرد. اگه یه دونه نبشی استفاده کنیم، این بستی که اینجا میبینید میاد جوش میشه به اون تک نبشی، یعنی به همین یه دونه نبشی. اگه دو نبشی استفاده کنیم، این بسته میتونه با پیچ بین این دو نبشی، این فاصله که وجود داره اینجا، با پیچ بسته بشه. خب مزیتش اینه که این بسته رو دیگه میتونیم به صورت افقی رگلاژ کنیم، یعنی به صورت افقی حرکت کنیم و هر جور خواستیم تنظیم کنیم. ولی در حالت تک نبشی وقتی جوش بدیم دیگه اون حالت رگلاژ رو ما نخواهیم داشت. این بستگی به خودتون داره. این دوتا پایه عمودی که اینجا هست، این دوتا رو شما باید در قسمت پایین یا بالا به تیر یا ستون جای اینو متصل کنید از طریق میلگرد یا رول بول وصلش کنید به سازتون که این کاملا قائم بمونه. و اگه نمیتونیم به سازه وصل کنیم، میان چیکار میکنن؟ میان توی این قسمت پایین، این قسمتی که تخریب شده، فرض کنید یه همچین فضایی رو ما داریم، میان دور تا دورش رو یک کلاف اجرا میکنن. یعنی به این صورت یک کلاف اجرا میشه. مثلا اینجا من نشون بدم، یک کلاف از نبشی اجرا میشه و بعد این دوتا پایه عمودی رو در اینجا و اینجا به این کلافه میبندن. این کلافه روی این کفه که بعدم بتون کف میاد روش، باعث میشه که کل این سازه به صورت عمود نگه داشته بشه. یا هم میتونید شما به صورت کلی، یعنی همونجوری که تو این عکس میبینید، علاوه بر این دوتا عمودی اینجا هم اجرا شده، یعنی به صورت L. این دیگه به صورت کامل L باشه یا به صورت U باشه، بستگی به شما داره که تعداد لوله‌هاتون چقدره، فضای داکتیتون به چه شکله. ولی در کل به همین صورت اجرا میشه که میاین نبشه‌های عمودی رو قرار میدم و بعد هم نبشه افقی رو بهش کامل جوش میدیم. بذارید من اینا رو پاک کنم.
این نبشی ها تا پشت بام ادامه پیدا میکنه، یعنی میره تا پشت بام و اون لوله های اصلی پشت بام هم بهش متصل یا بسته میشن. البته ارتفاعش با اینجا الان تو عکس می‌بینید کمه، دلیلش هم اینه که قبلا لوله کوتاه‌تر بوده و بعد توسط بوشن بلندتر شده که با این ارتفاع اضافه میشد بیاد تا بالا و کاملا اینا رو نگه کنه، مخصوصا در پشت بام که بعد شما باید دورشون هم آهنکشی کنید که مشکلی پیش نیاد، در سر طوفان دچار شکستگی نشن و سایبون هم روش داشته باشه، چون این لوله های پولیکا یا لوله پشتوید در برابر آفتاب کاملا شکنندن و از بین میرن. یا میتونید از همون اسایی که توی اسلایدهای قبلی صحبت کردیم از اون استفاده کنیم با جنس پلی اتیلین. خب این شاسی کشی تا اینجا صحبت کردیم و بعدش هم که تموم شد میاد لوله ها به صورت عمودی طبق همین عکسی که دارید میبینید با این بست ها بسته میشن. نوع بستی هم که دارید میبینید به این شکله که دو تا پایه داره به این صورت و میاد یا تک نبشی و جوش میشه این پایه به نبشی، یا هم دو نبشیه که میاد با پیچ و پاشه بسته میشه بین این دو نبشی. تعداد اون پله‌های نردبانی هم که تو هر طبقه اجرا میشه 1 2 3 معمولا 3 تا در هر طبقه اجرا میکنن. دلیلش هم اینه که فاصله بین لوله‌های عمودی جلوتر درباره‌اش صحبت میکنیم، یعنی از اینجا تا اینجا بین بست‌های که روی لوله عمودی بسته میشه 1 متر و 20 سانتی است به طور معمول. با این سه تا شما میتونید به این ارتفاع 1 و 20 کاملا برسین و تو هر طبقه 3 تا به طور معمول اجرا کنید، یکی پایین یکی بالا و یکم در وسط. تمام این لوله ها باید به صورت کاملا عمود چاقول شده باشن، مخصوصا لوله‌های پوشفید، چون لوله‌های پوشفید به دلیل سوکتی بودنشون اگه در راسته عمود نباشن و اون سوکت این مقدار کج بشه و تو بسته با فشار بسته کج بسته بشه باعث نشتی آب در همون قسمت سوکت میشن. دوم اینکه اگه عمود نباشه باعث اختلال در مسیر عمودی یا مسیر حرکت سیال همون فاضلاب درون لوله میشه. بعد از اینکه لوله‌های عمودی اجرا میشه و اون سه راه انتظارشون قرار داده میشه، همونجوری که توی عکس هم می‌بینید لوله‌های افقی اجرا میشه، حالا یا روی کفه یا زیر سقف تفاوتی نمیکنه. اگه زیر سقف بود شما باید از همچین بسته‌ای استفاده کنید که جلوتر نشونتون میدم و اینا رو با بست ببندید. بستنشون با سیم اصولی نیست چون شل میشن در دراز مدت، حتما با بست ببندید. همونجوری که می‌بینید زیر خود سیفون بست جدا وجود داره و برای قسمت مابین اون لوله‌های افقی هم بست‌های مخصوصی وجود دارن که با یک پیچی به توی سقف بسته شده که پیچ متری معروفه. اینجا هم با سیم بسته شده و بسته شدن با سیم غیر اصولی است. برای بستن لوله‌های افقی زیر سقف همونجوری که توی فیلم قبل دیدین از بست‌های آویزی استفاده میکنن. بست‌های آویزی دو مدل، یا ساده یا رکلاژی. این پیچی که اینجا می‌بینید به اسم پیچ متری معروفه در بازار، به صورت شاخه‌ای هست، متری هست میفروشن و شما میتونید خریداری کنید، به هر اندازه خواستین برش بزنیم و زیر سقف رو سوراخ میکنن، پیچ رو رد میکنن، از کف طبقه بالا با مهره بسته میشه و از پایین هم با مهره بسته میشه به این بست آویزیه. یا پیچ مستقیم میاد داخل این قسمته و شما نمیتونید رکلاژ کنید، یعنی این بسته به سمت بالا پایین حرکت نمیکنه، کاملا ثابته. یا یک پروفیلی داره مثل این مدله و این پیچه میتونه در طول این پروفیل حرکت کنه، یعنی کمتر یا بیشتر بسته بشه و ما میتونیم بسته رو رگلاژ کنیم. خب مزیت رگلاژ بودن چیه؟ مزیتش اینه که شما بعد اینکه تمام اون پیچ‌های متریتون رو بستین میتونین در طول، یعنی لوله چون شیب داره به این صورت اجرا میشه، هر کدوم بسته در طول لوله کم و زیاد کنه ارتفاعشو. البته این پیچ متری به جایی که زیر سقف رو سوراخ کنید و ببرین روی کف طبقه بالایی با مهره ببندید، میتونید زیر سقف رو شاسی کشی کنید و این بسته رو به اون شاسی متصل کنید با پیچ. این کار هم میشه انجام داد. توی مبحث 16 مهارت ملی ساختمان جدولی هست به نام جدول 16751 فاصله لوله های PVC رو اینجا مشخص کرده. معمولا هرچی قطر لوله بیشتر میشه فاصله بسته هم بیشتر میشه. ما توی ساختمون از لوله های 2 اینچ یا همون 50 و لوله های 3 و 4 اینچ استفاده میکنیم به طور معمول. اون سایز بالا و پایین خیلی کاربرد ندارن در ساختمان های مثلا تا 6-7 طبقه. برای بسته لوله های قائم فاصله شون 1 متر و 20
و برای لوله‌های 3 و 4 1 متر و 80 هست. و برای لوله‌های افقی هم این بسته فاصلهشون کمتر میشه، 60 و 90. این بسته که روی لوله بسته میشن یک واشری دارن که این واشر باعث میشه که لوله از بین نره، زخمی نشه و کاربرد مهمتری که داره این واشر باعث صداگیری خود لوله میشه. یعنی فاضلاب درون لوله که حرکت میکنه یک ارتعاشی ایجاد میکنه، یک امواج صوتی ایجاد میکنه. این امواج صوتی از طریق این واشر گرفته میشه و به سازه منتقل نمیشه، یا از سازه موقع لرزش اون ارتعاشات سازه‌ای به این لوله منتقل نمیشه. کار اصلیش اینه. مدل دیگه هست به نام بسته پلیمری که این بسته پلیمری جنس خود همین پولیکا تقریبا هستن، یا جنس های پلیمرهایی هستن که به لوله های پولیکا آسیب نزنن و از اون بسته هم میتونید استفاده کنید. تو قسمت های بعدی این دوره منتظرتون هستم. موفق و پیروز باشید.